دوستان سلام، میخواستم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. الان یه مشتری پیش من اومده، دوست خودمه، رفته یه ماشین خیلی داغون خریده با یه پول کم. من اینجا میخوام یه نکته‌ای بهتون بگم. ببینید، اگه 100 تومن پول دارید برید یه موتور هوندای تمیز بخرید، صفر. نرید یه پراید قراضه کار کرده یه نابود بخرید. اگه 200 تومن پول داری برو یه پراید بخر، نده یه پارس و یه دنایه یه 206 ترکیده. میدونی چی میگم؟ اگه 20 تومن پول داری نرو یه موتور مزایده بخر، برو یه دوچرخه تر و تمیز، یه وسیله سالم بخر، سوار شو. الان این بنده خدا این ماشین رو ورداشته آورده پیش من، پولش کم بوده، رفته فکر کنم 150-60 تومن پول داده یه پارس خریده. 1001 مشکل داره، 1001 تا دونه مشکل تو این ماشین است. الان من یه 5 دقیقه باش دور زدم خاموش شده. منی که الان 16-17 سال سابقه کار دارم با 1000 تا دوز و کلک اینو روشن کردم. تویی که با زن و بچت تو بر و بیابون سوار این میشی، نگاه کن الان 1000 تا ارور میده. تو بر و بیابون این ماشین بخواد خاموش بشه، چجوری میخوای اینو روشن کنی؟ چجوری میخوای اینو دوباره راه بندازی؟ اینا هزینه اعصابیشون، هزینه اعصاب خوردیشون خیلی بیشتر از اسمشونه. خیلی اعصاب خوردی سنگین داره. ببینید، به اندازه وسعتون، وسع شما، همیشه آدم باید وسع خودشو در نظر بگیره. الان وسع من نوعینه مثلا بتونم یه ماشین 100 تومانی سوار شم، یه موتور 100 تومانی سوار شم. نباید بیام برم اینو بدم یه وسیله قراضه‌ای که فقط به خاطر اینکه بگن صرفا طرف رفته فلان وسیله رو خریده، فلان ماشین رو خریده.